مقامات تاجیکستان در 6 ماه سال جاری 22 نفر را برای ادای نماز در جایهای جمعیتی مجازات کردند. در این باره کمیته دینی تاجیکستان خبر داد. جمعه خان غیاسوف، معاون اول رئیسی کمیته دینی تاجیکستان، روز سه‌شنبه 8 ایول در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اعلان کرد که طول نیم سال اخیر 22 پرونده برای ادا نمودن نماز در جای مقرر نشده باز شده. از این افراد 3865 سومانی جریمه ستانیده شده است. همکارم شهلا گلخوجه نیز در این نشست خبری شرکت داشت. شهلا، در این نشست خبری در مورد حج چی‌ها گفته شد؟ مسئولان کمیته دینی تاجیکستان ضمن نشست خبری گفتند که امسال نیز از تاجیکستان حدود 6000 نفر به زیارت خانه خدا به مکه خواهند رفت و نخستین گروه زائرین تاجیک قرار است روز 10 سپتامبر از طریق خوجند سفر کنند. مقامات تاجیک میگویند که پرداخت مبلغ حج امسال 18164 سومانی را تشکیل می‌دهد و به این خدمت رسانی‌ها پول چیپتا، اجاره مهمانخانه در شهرهای مکه و مدینه، سه غذا و خدمت راهبلدان و دیگر خراجات‌ها شاملند. شهلا، معمولا در چنین نشست‌ها مسئولان کمیته دین مسئله بازپس گرداندن دانشجویان تاجیک از کشورهای مسلمانی را مطرح می‌کنند. این بار نیز این مسئله مطرح شد؟ با گفته مسئولین کمیته دینی تاجیکستان از 2922 نفر شهروندان خارجی که در خارج از کشور تحصیل می‌نمودند تا امروز 2751 نفر آنها به وطن برگردانده شدند و از این تعداد 23 نفرشان دوباره به جای تحصیل پیشینه‌شان برگشتند و عین حال طبق آماری که کمیته دین در دست دارد 201 نفر دانشجو در کشورهای اسلامی باقی ماندند. در ادامه همین موضوع دادستانی ولایت سوغد نیز روز گذشته از جوانانی که برای به گفته آنها به جهاد به بعضی دولت‌های عربی رفتند دعوت کرد که به وطن برگردند. شریف قربانزاده دادستانی ولایت سوغد گفت اگر جوانان تاجیک شامل به حزب و سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی از عمل‌های خود دست کشیده اختیاراً به تاجیکستان برگردند به احتمال زیاد گناه آنها بخشیده می‌شود. هر جوانی که گمراه شده و این حزب حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی شامل شدند، اگر آنها خواهش برگشتن آمدن را کنند و اختیاراً آمده و مقامات حادثه را بیان دهند، نسبتشون پرونده‌هاش یعنی تعقیبی جنایتی قطع گردانده می‌شود.